وضع مالی شما در چه حدیه؟ آیا ثروتمند محسوب میشید یا آدم نرمال محسوب میشید یا احیانا یه مقدار پایینتر از حد نرمال هستید؟ ثروت از نظر شما چی هست؟ پول برای شما چه مفهومی داره؟ امروز میخوایم در مورد پول، روانشناسی پول و ثروت صحبت کنیم و اینکه چطور بعضی ها ثروتمند میشن و بعضی ها نمیتونن بشن. امروز داشتیم با یکی از همکاران صحبت میکردیم که در شرایط فعلی ایران با توجه به اینکه بورس یک مسیری داره، طلا مسیری داره، ارزی مسیری داره، هی بالا پایین میشن، کجا مطمئن هست که میتونیم روش سرمایه گذاری بکنیم. من قبلا توی یکی از ویدیوهای قبلی در مورد پیشبینی آینده بازار طلا و ارز و بورس و اینجور چیزها صحبت کردم که میتونید در ویدیوی مربوطه این توضیح رو مفصل ببینید و اونجا هم البته یه چیزایی گفتم که مطمئنم خیلی با حرفایی که این ور اون ور میشنوید فرق داره. برای اینکه بحث روانشناسی پول رو بتونیم درک کنیم، من طبق معمول از همکار هوش مصنوعی خودم خواستم و یه تحقیقی انجام دادم و از زبان ایشون برای شما در ادامه پخش میکنم که صحبت میشه در مورد اینکه چطور بعضی ها در برخی زمانها به یک پولهایی رسیدن، ثروتمند شدن و اصلا مفهوم پول چیه، روانشناسی پول چیه و چه چیزهایی برای ثروتمند شدن لازم هست. یه صحبتی هست، این رو ببینید. من در آخر ویدیوی همکارم مجدد یه جمع‌بندی برای شما خواهم داشت. امروز میخوایم با هم بازی ذهنی پنهان پول رو کشف کنیم. میخوایم ببینیم که چطور گاهی وقتا بزرگترین دشمن موفقیت مالی ما کسی نیست جز خودمون و طرز فکرمون. تا حالا به این فکر کردین که چرا آدمای باهوش، آدمایی که توی کار و تحصیلشون موفقن، وقتی پای پول وسط میاد، اغلب اشتباهات خیلی بدی میکنن؟ خب جوابش اینه که پول فقط یه بازی با اعداد و منطق نیست، خیلی عمیق‌تر از این حرفاست. پول کاملاً روانشناختیه، یعنی با احساسات ما، با ترس‌ها و آرزوهای ما گره خورده. و دقیقاً همینجاست که ذهن ما میتونه علیهمون کار کنه. تو این برنامه قرار 4 تا مفهوم اصلی رو با هم باز کنیم. اول می‌بینیم که چطور تجربیات شخصی ما دنیای مالیمون رو شکل میده. بعد میریم سراغ داستان‌های جذابی که گولمون میزنن. بعدش در مورد هزینه واقعی به دست آوردن سود حرف میزنیم و در آخر می‌بینیم که چطور میشه توی این بازی بلند مدت برنده واقعی بود. خب بریم سراغ بخش اول. اینجا قراره ببینیم که چطور گذشته و تجربه‌های منحصر به فرد ما مثل یه عینک نامرئی روی تمام تصمیم‌های مالیمون تأثیر میذاره، حتی بدون اینکه خودمون خبر داشته باشیم. اولین تله ذهنی اینه. هممون فکر میکنیم خیلی منطقی هستیم. اما واقعیت اینه که چیزی که برای من و شما منطقی به نظر میاد فقط بر اساس یه تیکه خیلی کوچیک و شخصی از تاریخ شکل گرفته. به خاطر همینه که هیچ کس با خودش فکر نمیکنه تصمیماتش احمقانه است. چون برای خودش کاملا منطقیه. مثلا 2 نفر رو تصور کنین. یکی که توی حباب .com دهه 90 کلی پول درآورده، ریسک کردن روی فرصت عالی میبینه. از اون طرف کسی که درست وسط بحران مالی سال 2008 دنبال کار میگشته، از اسم بازار سهام هم وحشت داره. هر دوتاشون دارن بر اساس تجربه خودشون کاملا منطقی رفتار میکنن، ولی به 2 تا نتیجه زمین تا آسمون متفاوت میرسن. تله بعدی اینه که ما دوست داریم فکر کنیم همه چیز تحت کنترل ماست. موفقیت نتیجه تلاش ماست و شکست هم نتیجه اشتباهات ما. اما ما خیلی وقتها قدرت بی‌اندازه شانس و ریسک رو دستکم میگیریم. 2 تا نیرویی که اصلاً کاری به ما و تلاش هامون ندارن. داستان بیل گیتس یه مثال عالیه. همه میدونیم که اون یه نابغه است. ولی یه شانس 1 در میلیون هم آورد. رفت به یکی از معدود دبیرستان‌های کل آمریکا که اون زمان کامپیوتر داشت. حالا در مقابل دوستش کنت ایونز رو داشتیم که به همون اندازه باهوش بود، اما قربانی یه ریسک 1 در میلیون شد و توی یه حادثه کوهنوردی قبل از اینکه به جایی برسه از دنیا رفت. سرنوشت این 2 نفر بیشتر از اینکه با تلاش رقم بخوره، با شانس و ریسک تعیین شد.
خب حالا بریم سراغ بخش دوم. اینجا میخوایم ببینیم که چرا مغز ما عاشق داستانهای خوبه و چطور یه روایت جذاب میتونه ما رو قانع کنه که آمار و ارقام خشک و واقعی رو نادیده بگیریم، حتی اگه به ضررمون تموم بشه. فرض کنین داستان یه نفره که تو لاتاری برنده شده رو میشنوین. یهو خریدن بلیت لاتاری خیلی کار هوشمندانه‌ای به نظر میاد، نه؟ چرا؟ چون اون داستانه، اون رویای یک شب پولدار شدن به ما حس خوبی میده. ما خودمون رو روی اون قایق تفریحی تصور میکنیم، نه اون میلیون ها نفری که پولشون رو باختن. این قدرت یه داستان خوبه که ما رو از احتمالات واقعی غافل میکنه. این جمله فوق‌العاده از مورگان هاوزل ما رو به یه تفاوت خیلی حیاتی میرسونه. تفاوت بین ثروتمند به نظر رسیدن و واقعاً ثروتمند بودن. این دوتا شاید شبیه هم به نظر بیان، ولی در واقعیت نقطه مقابل همدیگن. ببینین، ثروتمند به نظر رسیدن یعنی خرج کردن. یعنی اون ماشین لوکس، اون ساعت گرون، اون تعطیلات لاکچری، چیزایی که همه میبینن. اما ثروت واقعی پولیه که خرج نشده. ثروت اون دارایی‌های مالیه که کسی نمیبینه. اون سرمایه‌گذاری‌ها و پس‌اندازهایی که بهتون آزادی عمل میدن، نه اون وسایلی که برای تحت تأثیر قرار دادن بقیه میخرین. بسیار خوب، میرسیم به بخش سوم. اینجا میخوایم در مورد یه چیزی حرف بزنیم که کمتر بهش پرداخته میشه. هزینه عاطفی ثروت ساختن. اون بهایی که باید برای به دست آوردن سودهای بزرگ پرداخت کنیم. وقتی بازار سهام سقوط میکنه، بیشتر ما حس میکنیم داریم جریمه میشیم. انگار یه کار اشتباهی کردیم. اما یه تغییر دیدگاه خیلی قدرتمند وجود داره. به این نوسان را به چشم کارمزد نگاه کنیم. مثل بلیت سینما. شما پول بلیت رو میپردازین تا از دیدن فیلم لذت ببرین. اینم همونه. نوسان هزینه ورود به بازیه، نه جریمه اشتباه کردن. یه مثال باور نکردنی داستان خود نتفلیکسه. سهامش بین سالهای 2002 تا 2018 بیشتر از 35,000% سود داد. یه عدد نجومی. اما نکته شگفت‌انگیزش اینجاست. توی 94% این مدت قیمت سهامش پایین‌تر از اوج قبلیش بوده. یعنی کارمزدی که سرمایه‌گذاراش پرداخت کردن سالها تحمل شک، تردید و ناراحتی بوده. اینه بهای واقعی سودهای کلان. و این ما رو به یه تفاوت کلیدی دیگه میرسونه. مهارت‌هایی که برای پولدار شدن لازمه با مهارت‌هایی که برای پولدار موندن لازمه زمین تا آسمون فرق داره. ثروتمند شدن مثل یه بازی هجومیه، به جسارت و ریسک پذیری احتیاج داره. اما ثروتمند موندن یه بازی دفاعیه، به احتیاط، تواضع و فکر کردن به بقا نیاز داره. و بالاخره میرسیم به بخش آخر و نتیجه گیری. اینجا میخوایم از دو تا از قدرتمندترین نیروهایی حرف بزنیم که ثروت واقعی رو در بلند مدت میسازن. به این عدد یه نگاهی بندازین. 156 میلیارد دلار. یه عدد سرگیجه‌آور، درسته؟ اما داستانی که پشت این عدده از خود عددم خیلی مهمتره. این مقدار پولیه که وارن بافت بعد از تولد 65 سالگیش به دست آورده. بله، درست شنیدین. بخش عمده ثروت افسانه‌ایش زمانی ساخته شده که بیشتر مردم به فکر بازنشستگی هستن. این به ما چی رو نشون میده؟ اینکه راز موفقیتش فقط هوش بالاش نبوده. و درس اصلی داستان بافت دقیقاً همینه. قدرتمندترین نیرو توی دنیای مالی، استعداد و استراتژی‌های پیچیده نیست. زمانه، صبر. سودهای خوب وقتی برای یه مدت خیلی خیلی طولانی ادامه پیدا کنن، معجزه میکنن. راز واقعی همینه، قدرت زمان. و همه اینها ما رو به آخرین و شاید مهمترین سوال میرسونه. ته همه این تلاش‌ها برای پول درآوردن چیه؟ بالاترین و بهترین سودی که پول واقعاً میتونه به ما بده چیه؟ و جواب اینه کنترل روی زمانتون. بزرگترین ثروتی که پول میتونه براتون بخره چیزهای فانتازی نیست. آزادیه. این آزادیه که هر روز صبح از خواب بیدار بشین و بگین امروز میتونم هر کاری که دلم میخواد با هر کسی که دلم میخواد و هر وقتی که دلم میخواد انجام بدم. این بالاترین شکل ثروته. خب بر اساس صحبتی که شنیدید از زبان همکارم دیدید که در طول تاریخ هم خیلی این اتفاق افتاده که برخی مواقع حتی شانس تونسته مسیر
موفق شدن برخی افراد رو رقم بزنه. در زندگی 50 سال و خورده‌ای خودم هم خیلی دیدم این اتفاقات رو. البته نمیگم که همش به شانس مربوط هست، اما طبق باز همون ویدئویی که در مورد فریفته تصادف و اتفاقاتی که توی بورس و بازارهای مختلف مالی میفته صحبت کردیم چند ویدئو قبلتر، داستان اینه که شما تو هر مسیری برید اولا نیاز به گذشت زمان هست، ثانیاً باید صبور باشید و عجله نکنید و ثالثاً این که برخی مواقع شانس رو هم باید مد نظر داشته باشید. من خیلی تجربه کردم، بعضی جاها برخی کارهایی کردم انجام دادم که شانس نیاوردم، بعضی جاها هم شاید شانس آوردم. در هر حال داشتن شانس رو هم ملاک داشته باشید، اما تلاش بکنید، عجول نباشید و حوصله به خرج بدین تا اون روانشناسی پول بتونه برای شما اون نتیجه‌ای که میخواین رو رقم بزنه. در برنامه‌های آتی در مورد این موارد باز توضیحات بیشتری خدمت شما عرض خواهم کرد.